اگر بالای 50 سال سن دارید، الان ممکنه بدون اینکه بدونید تا 2 کیلوگرم مواد سمی قدیمی توی روده هاتون ذخیره شده باشه و این زباله ها منتظر یه فرصت هستن تا به کبد، کلیه و همینطور سیستم ایمنی بدنت، خلق و خود آسیب برسونن و از بین ببرنشون. و عجیبتر اینه که این مواد میتونن سطح انرژی، کیفیت خوابت، حافظه و حالت روحیت هم نابود کنن و ما هر روز داریم با این سموم زندگی میکنیم و فکر میکنیم که طبیعیه، در صورتی که اینطور نیست و وقتش رسیده که بدونی داخل بدنت چه اتفاقی میفته و داخل بدنت چه خبر هست و با یه دستور جادویی 5 شبه خونگی و بسیار ساده بتونی این مواد و سموم رو از بین ببری و بدن تو از این سموم آزاد کنی. پس لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باش تا دستور جادویی این معجون رو بهت بگم و بتونی نتایج بی‌نظیرش رو ببینی. ویدیو رو از دست نده. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. زهرا گلگویی هستم، کارشناس بهداشت مواد غذایی. در ابتدا بگم که داخل بدن چه اتفاقی میفته. دستگاه گوارش ما حدود 7 متر هست که پر از پیچ و خمه و توی سالها مصرف غذای ناسالم، یبوست و سبک زندگی بی تحرک به یه چیز خطرناک تبدیل میشه به نام پلاک مخاطی که لایه قیرمانند هست که از غذای هضم نشده، چربی، مخاط و سموم تشکیل شده که مانند بتون به دیواره روده ها میچسبه و نمیذاره مواد غذایی جذب بدن بشه و از همه مهمتر اینه که تبدیل به محلی برای باکتری ها، قارچ ها و بیماری های عفونی میشه و از همه بدتر اینه که وارد جریان خون میشه و باعث میشه که در بدن التهاب مزمن و همینطور کاهش هورمون سروتونین که همون هورمون خلق و خو هست پایین بیار، خستگی بی پایان و همینطور پیری زودرس رو به همراه داره. خب حالا چرا بعد از 50 سالگی این وضعیت بدتر میشه؟ چون آنزیم هایی که در دستگاه گوارشی هستن کمتر تولید میشن، اسید معده کم میشه و حرکات روده کنتر انجام میشه و در نتیجه یبوست، نفخ و گاز همیشگی رو به دنبال داره. و خبر خوب اینه که شما میتونید با یه نوشیدنی ساده و معجزه آسا این مواد قدیمی رو از بدنت بشوری، از بدنت خارج کنی. اما قبل از اینکه طرز تهیه‌اش رو برات بگم، اگه ویدیو رو دوستش داشتی حتما لایکش کن و اگه تا به حال کانالم سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، اون زنگوله رو هم فعالش کن تا ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندی. اینجا یه ویدیو رو از دستش نده چون میخوام طرز تهیه این نوشیدنی فوق‌العاده و جادویی رو بهت بگم تا از شر سموم بدنت خلاص بشی. کافیه که یه لیوان آب گرم که فیلتر شده هست و سالمه همراه با نصف لیموی تازه و یه قاشق غذاخوری روغن زیتون بکر و یه قاشق غذاخوری دانه چیا که از قبل 5 دقیقه گذاشته باشه توی آب تا بخیسه، حالت ژله‌ای شده باشه رو اینها رو همه با هم ترکیب کن، خوب هم بزن تا حسابی با هم ترکیب بشن و قبل از خوابت میل کن و یادت باشه که 3 ساعت باید بعد از شامت این ترکیب رو استفاده کنی. این کار رو انجام بده، مطمئن باش که نتایجش بی‌نظیر. خب حالا چرا این ترکیب مؤثره و باید ازش استفاده کرد؟ چون آب گرم عضلات رو شل میکنه و اون محتوایی که داخل روده ها گیر کرده رو حرکت میده و همینطور لیموی تازه صفرا رو فعال میکنه و خاصیت ضد باکتری داره و قلیایی هست و سمزدا هست. همینطور زیتون یک روان کننده بسیار طبیعی هست، مدفوع صفر رو نرم میکنه و حالت التهاب رو در بدن کاهش میده و همینطور دانه چیا سرشار از فیبر بسیار بالایی هست و یک تحریک کننده طبیعی روده هست و باعث تغذیه باکتریای روده میشه. پس حتما از این نوشیدنی در برنامه غذاییت بگنجون، ازش استفاده کن.
اینجای ویدیو میخوام چرخه 5 شبه پاکسازی روده ها رو بهت بگم که به چه صورت هست. شب اول حرکات روده سریعتر و سبکتر هست. شب دوم تغییر رنگ مطبوع و خروج قابل توجه مواد انباشته شده و قدیمی هست. شب سوم احساس سبکی واقعی و همینطور خروج مواد انباشته شده و تلمبار هست. و شب چهارم حرکات روان روده ها و درد و گرفتگی کمتر هست. و شب پنجم انفجار انرژی، تغییر در خلق و خو و همینطور حس بهتر جوان بوده رو به دنبال داره. پس حتما این 5 شب و این موارد رو رعایت کن. در آخر بگم که اگه دوست داری که نتیجه رو حفظش کنی و دچار مشکلات نشی، کافیه که هر روز صبح 1 لیوان آب گرم همراه با کمی لیمو میل کن، رژیم پرفیبر داشته باش، سبزیجات مصرف کن و از چربی های سالم، روغن سالم مثل زیتون و آووکادو و آجیل ها رو در برنامه غذایی داشته باش. همینطور آب کافی مصرف کن، کمی پیاده روی و تحرک داشته باش و همینطور حذف مواد فرآوری شده و شکر رو از خودت دور کن، اینو داشته باش. و یادت باشه اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی یعنی بدنت برات مهمه و بهت تبریک میگم. و یادت باشه که روده تمیز مساوی هست با ذهن آرام، انرژی بهتر و بدنی سالم. ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودی. حتما برای دوستان و خانوادت هم بفرست تا افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن. سپاسگزارم.